سلام به کانال یوتیوب من، خیلی خوش اومدی. خب این اولین ویدیو یوتیوب منه و من خیلی هیجان زدم به خاطر اینکه خیلی دنبال این بودم که ببینم چه کاری رو شروع کنم توی یوتیوب، چه آموزشایی بذارم، چه چیزایی بذارم. ولی وقتی که فکر کردم دیدم که بهترین کاری که میتونم بکنم این که یه سری تجربیاتی که خودم توی 7 سالی که کار کردم و براتون به اشتراک بذارم. خب من نرگس نوبخت هستم، 25 سالمه و از 18 سالگی توی سالن‌های زیبایی مشغول به کار بودم. کار ادمینی، تولید محتوا و عکاسی انجام میدادم توی سالن و همین الانم توی ست سالن مشغول به کارم. کلا هیته کاری من هیچ ربطی الان به کانال یوتیوبم نداره. من قراره تجربیات یه سری از همکارامو برای شما بذارم. خب زمانی که من وارد سالن زیبایی شدم، خب دیگه تقریبا بیشتر تایمای زندگیمو توی سالن بودم و کلا بیشتر همه دوستان و همکاران دیگه بچه‌های حالا لاینای مختلف شدن. از این بابت خب من خیلی توی این لاینا بودم، میدونستم مثلا حالا داخلشون چه خبره، چقدر حالا مثلا کار میکنن، بدیای کارشون، خوبیای کارشون، همه اینا در جریان بودم و حالا کم و بیش میدونستم. و چیزی که خیلی برای من مهم بود این بود که من همیشه بهشون میگفتم که بابا شما که خیلی درآمدتون خوبه، شما اینجوری میگفتن نه کار شما بهتره، کار ما بدتره. خیلی این تضاد خیلی زیاد بود. واقعا هم همینه. من همیشه میگفتم که ما پرسنلای ثابت هستیم، از صبح تا شبم هر چقدر که کار بکنیم بازم درآمدمون ثابته، ولی شما پرسنلای درصدی هستین، هر چقدر که کار کنید درآمدتون بیشتر میشه. و اونا میگفتن نه کار شما یه خوبی داره، کار ما یه بدیایی داره و حالا بالاخره کم و زیاد همه این چیزا هست. این چنل رو من ساختم که تجربیات بچه ها توی لاین‌های مختلف رو براتون بذارم و قرار مصاحبه همه بچه ها رو برای شما بذارم، از ناخن کار بگیر تا رنگ کار، موژه کار، فیشیال کار. همه تجربیات بچه های مختلف رو برای شما میذارم و قراره که شما از سختی کارشون، از خوبی کارشون، از درآمدشون توی حالا سالن‌های مختلف، توی منطقه‌های مختلف در جریان باشید. کانال منو دنبال کنید و اگر که میخواید وارد لاین زیبایی بشین، به نظرم کانال من خیلی به دردتون میخوره. حداقل شما میتونید از تجربیات بچه‌ها توی لاین‌های بقیه استفاده کنید.